در باب دعوت کردن زن به سوی جایگاه خواب بود و زنها اگر قبول کنند از حدیث هایی که به شما بیان کردم انشاءالله اونها برخوردار می شوند. اگر قبول هم که نکنند آن وعیدهایی که خواندم چی می شوند؟ سزاوار می شوند. لکن باز به شما خاطر رسان می کنم که جوانای عزیز، من باور کنین از این خدچه ها و از این مراجعت های زنها به خلاصه آمدم که به شما همه خبر می دهم، چگونه که در جمعه پیشین به شما خبر دادم که خانه‌داری ها را باید که با طریق برنامه های تلویزیونی نکنین. خانه‌داری هاتون مثل خانه‌داری های غربی ها نکنین، اینا حرام هستند. برادرو ایرا میدونی چیه؟ یا پوچکی ای فیلم عربیش میاد میگن این میتونه سنگ نمک گرده های شما را بریزونه و همچنین وسپلینش بگیره. برادرو که پریستو میخوان گرده هاشو میتونه که تبابتش کنه. مویهای سرتون بسیار میریزد و میخواهید پیشگیری کنید. او رو خلسترین تو بلند شدگی، خون تو غوض شدگی، در دل تو زلال آورده است. میخواهید این مشکل رو حل کنید. ایمونیته ضعیف دارید و تیز کسل میشوید. میخواهید ایمونیته پرقوت داشته باشید. راه همین مشکل ها من در دست ما کنجوتلی مثلا میتواند که همین بیماری ها رو برطرف کنه. مؤمن برادر مؤمن است. همین ویدیو را بگی به برادرات روی که شاید برادرای شما همین تسلی ها را داشته باشند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. طریق برنامه های تلویزیونی نکنین. خانه‌داری هاتون مثل خانه‌داری های غربی ها نکنین، اینا حرام هستند. شما تقلیدی به مردم غرب نکنید. ملت را رفت چون آیین زده است. ملت را رفت چون آیین زده است. مثل خاک اجزای او از هم شکست. هستی مسلم ز آیین است و بس، باطنی دینی نبی این است و بس. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را. میگوید از مردم غرب شما پیرو نشین، آن دین و آیین و آن رسم و اصولی که داشتین با او رفتار کنین، با آنها شما معامله نکنین، با گفتار و کردار آنها شما چکار نکنین، رفتار نکنین. رسول اکرم میگوید سبعتون لا ينظر الیهم الخالق ولا یزکیهم و یدخلهم النار. گوش اندازین به نهایت وعید سخت از جانب پیغمبر خدا خبر دادن. برای کی؟ 7 طایفه گفتن پیغمبر. 7 طایفه هست که خداوند در روز قیامت به اینها نظر نمی کند. در روز قیامت اینها را وارد جنت نمی گرداند و اینها را پاک نمی گرداند و اینها را وارد دوزخ می گرداند. این حدیث شمس الدین ذهبی در کتاب کبائرش آورده است در باب لواطه. میگوید این 7 طایفه کیها هستند؟ یکم الفاعل و المفعول به. پیغمبر گفتند فاعل و مفعول، کننده و کرده شده. یعنی 2 مردی که بچه بازی میکنند، کننده و کرده شده، هر دو در آتش دوزخ هستند. شمس الدین ذهبی را خدا رحمت کند میگوید وقتی که میگه مرد بالای مرد میبراید، روایتی هست عرش پروردگار میگوید در حرکت میدر آمده است، عرش الهی میگوید می جنبیده است.
و خداوند میگوید چنان غضبناک میشده است از عمل این دو مرد که حتی میگد غضبش نزدیک است که آسمان را بر زمین بچسباند. لیکن همون حاملان عرش، ملائکه هایی که در اطراف عرش هستند، آنها میگوید چنان به شتاب سوره اخلاص میخوانند: قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فقط صفاتهای خداوند میخواندند، چنان زیاد میخوانند که حتی که میگوید آهسته آهسته غضب خدا خاموش میشده است. وقتی که مرد بالای مرد میبراید، حضرت عیسی میگوید وقتی من به پیش یک قبر گذر کردم، نگاه کردم که دو جوان بی‌نهایت عذاب دارند. معجزه حضرت عیسی هم همین بود که از حال قبر خبردار بودند و از خداوند هر چی طلب میکردن خداوند برای آنها عیان میکرد. میگوید پرسان کردم ای دو جوان برای چی شما در این عذاب گرفتار شدین؟ میگوید عذابشان این گونه بود: یک تایمین جوان میگوید مثل آتش میشد، حمله به سوی دیگر میکرد، وای میسوخت، عذاب میکشید. باز یک زمان پس همون به جوانی رفیقی که سوختگی بود، وای باز شکل آدم میکشود، وای آتش میشود، باز اینش میسوزاند. وقتی پرسان کردیم گفتند ما هر دو در دنیا با خواهش یکدیگر بچه بازی میکردیم. یعنی وای مرا استفاده میکرد، من وای را استفاده میکردم. امروز عذاب ما تا روز قیامت همین است که وای مرا میسوزاند، من وای را میسوزانم. چه یک عمل زشتی هست. امروز همین عمل زشتی که پیغمبر خدا 1500 سال پیش یاد کرده است، امروز در بین مردم ما و شما وجود دارد. اگر شما آگاه باشین، در ماه می بود وقتی در حکومت مجلس شد، از لیلی کوتل دو آدم آورده محکم کردن، یک تاش بچه 5 ساله، یک تاش بچه 19 ساله. هم لیلی کوتل ما و شما همون کودک که رسیده است وای با بچه امکش بوده است، همون کودک 5 ساله را رسیدند که وای کودک دیگر بیچاره هیچ جای آبادش نمانده است. لیکن حکومت باز غمخوار همین بدبخت کرده است. 8 سال وای از حقوق آزادی محروم کرده است. اسلام چی میگوید؟ اسلام میگوید بچه باز کشتن در کار. با 3 راه فقهای ما و شما گفتن، صاحبان مذهب. یکی گفتن با شمشیر کشتن در کار، دیگری گفتن نه، هر اینها را به آتش سوزاندن در کار در دنیا. حضرت امام ابو حنیفه صاحب مذهب ما و شما گفتن اینها را از بلندی پرتافتن در کار. چقدر جای بلند میابین از بلندی میپرتاینشان. این است گفتن جزای اینها. اینم از کجا آمد؟ همین بچه بازی هم از مردم غرب آمد. من باوری دارم که همه شما تلویزیون نگاه میکنین، یک هفته هم نگذشته است در پارلمان اسپانیا قبول شد که بچه را نکاح کنه. درست است. امروز 5000 نفر مردها در شهر اسپانیا یکدیگر را در نکاح خود در آوردند. 5000 نفر. باز رئیس همون جمهورش خرسندی دارد که من از روزی که رئیس جمهور شدم چی یک اقدام نیکی را در بین ملتم هوی کردم کشادم. چیکار کرده است؟ 2 مرد را اجازت داده است که یکدیگر را در نکاح یکدیگر درآورند. این قبلا در نیدرلند هم بود، در ایتالیا هم بود، در بلژیم هم بود. لیکن امروز اسپانیا باید قبول کرد. آزاد، مرحمت. ما و شما باید که به نعمت اسلام شکرانه کنیم. همه این افعال بد و کردار بد و شوم برای ما و شما اسلام آگاه کرده است. این نعمت خیلی قیمتی است که خداوند برای ما و شما نصیب گردانده است. حتی در همین زیرکی هم همدانی دهم، یک جوان از یک آدمی که بیچاره عقلش نمیرسیده است و همون رسیده بود، هم نزدیکی داشتگی هست. اون بیچاره عقل نداشته است، لیکن 7 سال از این جوان کننده باز کلانسال بوده است. این معامله ها الحال در بین مردم ما و شما وجود دارد. اسلام ببینید میگوید که اگر
ما خلا رجل بامرأتین الا کان ثالثهما الشیطان. اگر وقتی مرد با یک زن بیگانه در یک خانه می نشینند، یقین دانند که سیوم اونها شیطان می شود. یعنی چی زنی همسایه باشد، چی همسینفش باشد، چی خیشش باشد، وقتی در یک خانه که تنها نشستند حتمی در وسواس شیطان گرفتار می شوند و اونها دست به زنا می زنند. اسلام میگوید جوانی که اگر زیبا باشد، بیریش باشد، ویم حکم زن را دارد، باید با وی در یک جانه نشینید. حضرت عبدالله ابن عمر میگوید وقتی در راه نشسته بود، نگاه کرد که یک امرد میگویند، عربها امرد میگویند، جوانی بیریش را امرد میگویند. میگوید یک جوانی خیلی زیبا آمده ایستاده بود. در حال حضرت عبدالله میگوید خانه در آمدند، در را بستند. وقتی این میگوید امرد، این جوان از پیش خانه عبدالله که گذشت، باز در را کشادند. رفیقای او پرسیدند چرا خانه در آمدی، باز بر آمدی؟ گفت یک فتنه از بالا آمده ایستاده بود. پیغمبر خدا گفته بود که کدام جوانی که زیبا صورت است، ریش ندارد، شما همراه او یک جا ننشینید. بین این حکمت های پیغمبر خدا را بین که امروز دو جوانی که یک جا میشوند حتمی به این کار دست داده ایستادند. خدا رحمت کند حضرت امام احمد حنبل میگوید یک جوانی را درس میدادند، وقتی که یک بار آمد، دویم بار آمد، گفت که دیگر نزد من نیا. گفت نزد من، گفت برای تو جایز نیست دست گرفتن. وقتی آمدی یگان محرم خود بیار، یا برادرت باشد یا پدرت باشد، همراه خود بیار. حضرت امام ابو حنیفه میگوید این جوانها را، یعنی چهره خود به او طرف میگرداند و این جوانها از پس می نشستن درس میگرفتند تا که همین فتنه شیطانی در بین اونها پیدا نشود. اما پیغمبر گفتند یکم کسی که در لعنت خدا گرفتار است، انا همون کسی است که در دنیا بچه بازی میکنه، که با این وعیدهایی که الحال گفتم اونها گرفتار میشوند. و دومش کی است؟ دومش پیغمبر خدا گفتند و ناکح بیدی، کسی که با دستی خودش حرام میکنه. اینها هم گفتند در لعنت خدا گرفتار هستند و روز قیامت از عذاب خدا خلاص نیستند. حتی رسول اکرم که در همین شمس الدین ذهبی را باب لواطه گفته، یک باب داره در همین کتابش، میگوید کسانی که با دست خود در دنیا خودشان حرام میکنند، اینها روز قیامت دستاشان حامله‌دار میشود. مثل زنی که حامله‌دار میشود، دستای اینا حامله‌دار میشوند و مردم میفهمند که اینها در دنیا جوانهای بودند که دست با دست خودشان حرام میکردند. اینها در میدان قیامت شرمنده میشوند. رسول اکرم میگوید کدام جوانی که یا معشر الشباب من استطاع منکم باءة فلیتزوج، کدام ای جوانی که کدام قدرت دارین، پیغمبر گفتند شما زن گیرید. فانه احسن للبصر اغض للبصر و احسن للفجر، زیرا که ناموس شما را، این زنداری شما، چشم شما را، ناموس شما را محافظت میکنه. و من لم یستطع، پیغمبر گفت کدام جوانی که اگر قوت زن گرفتن ندارد، فعلیه بالصوم فانه له وجاء. این بخاری روایت کرده است. پیغمبر گفتند که مادام جوانی که قوت زن گرفتن ندارد، با دست خودش را حرام نکند، بلکه وی روزه گیرد. گفتن پیغمبر زیرا روزه گفتن وی را شهوتش را میشکند، شهوتش را نابود میکند. این است توصیه پیغمبر خدا برای ما و شما. انشاءالله من دوام این حدیث و دوام احترام شوهر نسبت زنها جمعه آینده کاری میکنیم که البته با همان خاتمه میبخشیم. پیغمبر خدا گفتن خدای شما زنده هست، خدای شما هرگز نمیمیرد، کریم است، سخی است. با این اقتدار و با این بزرگی که خداوند شما دارد، پیغمبر خدا گفتن یستحی من عبدی، همون ذات از این مخلوق خود شرم میکرده است. با چی شرم میکرده است؟ اذا رفع یدیه،
ای یردهما صفرا. خدا میگوید من شرم دارم که این بنده نالایق، این بنده که سر تا پا گناهگار است، به سوی درگاه من دست بردارد و من دست این را صفر یعنی خالی بر بگردانم. کرم بین لطفی خداوندگار، گناه بنده کرده است او شرمسار. پروردگارا به حرمت این فضیلت دعا، به حرمت این خبرهای پیغمبر که دور کننده همه مشکلات بنده این دعا هست، ما هم دستی به دعا می برداریم و دعا میکنیم که اللهم انا نسألك عیشة نقیة و میتة سویة و مردا غیر مخزی ولا فاضح. ای پروردگار مهربان، این حیاتی که برای ما مقرر کردی، شاید 60 سال باشد، شاید 70 سال باشد، خدایا این زندگی ما را حلال و پاکیزه بگردان و برای حلال زندگی کردن خدای مهربان برای این قوم ما همه شرایط را مهیا بگردان. و خدایا خود فرموده کل نفس ذائقة الموت، بجز ذات من همه شما مرنده هستین. ای خدای مهربان، وقتی ما از این دنیا میگذریم، اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت، خدایا سختی جان کندن را، مشقت جان کندن را برای ما، برای این قوم ما خدایا آسان بگردان. و خدایا ما را به سوی خودت خجالت رهسپار مگردان، ما را در محشرگاهت خدایا شرمنده مگردان. خدایا ما را با ایمان سفر کردن در موفق بگردان. آرزوها و مرادها و مطلوبهای نیکی که در دل این بندگان تو هستند خدای مهربان برآورده بگردان. در این قوم ما شخصانی بودند که نماز می‌خواندند، الحال در عالم ارواح هستند و امید دعا و فاتحه این قوم ما را دارند. خدایا ارواحای ما را، روحشان را شاد، قبرهاشان را پر نور بگردان. بیماری ها هست، بیماری های مسلمان های ما را، علال خصوص در اینجا یک بابای حاجی الحال مراجعت کردند، بابای حاجی سلیمان. خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. امروزها هوا گرم است، به همه ما و شما معلوم است. میخواهم که پیش از هر یک نماز شما سنت پیغمبر ادا کنین، زیرا در شستن بدنهایتان شما چنان مکافات میگیرین که از دست هیچ مخلوق نمی آید. این مغفرت گناه است. وقتی شما اگر بدنهای خود میشوین، تازه میکنین و به نماز جمعه میایین، خداوند با این ادا کردن امر گناههای شما را مغفرت میکند. پیش از نماز جمعه باید که همه شما بدنهای خودتان تازه کنین، شوین و اگر در سر تاقیه هایی که داریم و همه ما و شما معلوم است که به نهایت بوی بدی دارند، علال خصوص باز در همین تابستان وقتی ما و شما بالای سر میگذاریم چی یک بوی بدی از تاقیه های ما و شما بدر می شود که چگونه که از حدیث پیغمبر خدا بر شما گفته بودیم که هر لباس، هر بدنی که بویناک باشد ملائکه ها از او آزار می یابند. چگونه که البته بنده مؤمن آزار می یابد، ملائکه های رحمت هم از بوی بدی ما و شما آزار می یابند. از این خاطر در زیرش می توانیم ما و شما از همین عرقچین هایی که داریم استفاده کنیم و تاقیه ها را در مسجد میگذاریم. با این عرقچین ها که عرق پیدا نمیکنن نماز میخوانیم و بعدا باز در سر میگذاریم. کسی که میخواهد بعد از مسجد بیرون میشویم.
بسیار خواهش میکنم که امروزها بسیار گرم است، کاری کنین که یعنی با بدنهای بویناک خود به نماز جمعه حاضر نشوید. بهترین لباس هاتون در برتون کنین، لباس های پاکیزه تون. اگر مبادا در پهلوی شما برادری باشد که خواه جورابی وی بوی کند، خواه بدن او بر او خبر دهین که برادر بدن تو بوی میکند، جورابی تو بوی میکند، بیرون از مسجد کن، زیرا در جای پای و یک برادر دیگر سجده میکند وی آزار مییابد. بسیار خوب میشود که این مسئله ها را ما و شما بسیار با دقت باشیم، زیرا اسلام ما و شما پاکیزه است. ان الله النظیف یحب النظافه. خدا خودش پاکیزه است، خودش تازه است، پاکیزه ها و تازه ها را دوست می‌دارد. امروز چگونه ای که بر شما وعده کردیم که خیلی سوال های زیاد نزد من منتظر جواب هستند و یک قسمت اونها باز در خانه باقی ماند، یک قسمت دیگرش که الحال در این یک ساعت جواب میگوییم. از همه شما خواهش میکنم که خیلی با دقتانه به این سوالهای دادگی برادرهای ما و شما با دقت باشیم، انشاءالله ثواب جزیلی میگیریم. و جمعه آینده خدا خواسته باشد از فضیلت شوهر بالای زنها، که شوهرها بالای زنها چه فضیلت دارند، چه حقها دارند، چه حقوقها دارند، انشاءالله به شما جمعه آینده خبر میدهیم. داملای عزیز و داملای عزیز، اول و آخر از خدای واجب الوجود و بعداً از جمیع مسلمانان خواهانم که در حق فرزندان همه و در حق فرزندان من انشاءالله دعای خیر کنید. خدا از شما راضی باشد. فرزندان در غریبی خدمت و تحصیل کرده ایستاده اند، دریغ نداره، در حق من هم دعا کنید. شاد باش بنده نیک. یعنی ما دائم دعا میکنیم و باز دعا میکنیم که خدای مهربان اون فرزندهایی که از این دیار ما و شما بیرون از وطن ما و شما قرار دارند، چی برای تحصیل رفته باشند، چی برای به دست آوردن مال، برای بهبود کردن زندگی هشان، خدای مهربان سفرهاشون به خیر بگردانی و با مرادهای حاصل شده خدای به خاندان پس بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم محترم حاجی مرزا. خداوند همیشه شما را نگاه دارد و زبان شما را همیشه گویا گرداند که ما از این پند و نصیحت های شما راه راست را یافتیم و از کارهای بد دور شدیم و با شرافت موعظه های شما بسیار کسان راه راست را یافتند و همه جوانان ناحیه ما مخلص شما شدند. همیشه ثبت های کسیتوی شما را انتظارند و از شما خواهش التماس نمودند که همین شعر نویسنده را از زبان شکرین شما شنویم. التماس همین کسیت را ما بررسی میبریم و یک گروه مخلصان شما از ناحیه کلخازآباد از مسجد ملا عمر. اینجا یک شعر این برادر ملا عمر یعنی کتابت کردن از ناحیه کلخازآباد که این ما بهر شما خوانیم، میلش میخوانیم. هر لقمه که میخوری بگو بسم الله، هر یک نفس فرو بری یا الله، هر کار که میکنی خدا خواهد و گوی، کارت بر رواج میشود انشاءالله. هر کس که بود بنده آزاد خدا، شکرانه کند بداد و ناداد خدا. جز مهر خدا کی بود مهر دیگر، کی یاد کسی کند به جز یاد خدا. رفتن شاهان از پی در یوزدری، بشکست کلاه و قدح و کوزگری. خاری بودا عاقبت عمر عزیز،
بی طاعت و بی نماز و بی روزگری. البته این خدا رحمت کند این برادر مولا عمر بسیار یک یعنی شعری نیکی که همه از پند نصیحت عبارت هستند. اصلا شعر خواندن در اسلام این هیچ خلل و نقصی ندارد. یعنی شعری که اگر اون مذاق نباشد، شعری که وای دروغ نباشد، وای در اسلام خواندن این شعر هیچ غلطی نیست. برای همین خداوند در هر یک کلمه ای که این برادر ایجاد کردن خدا حسنات در نامه اعمالش کتابت کند. السلام علیکم داملای عزیز، از شما خواهش دارم در حق پدر من و جمیع گذشتگان و مشکل دارم دعا کنید، در نگهبان خدا باشید. خدای مهربان این پدری که الحال این فرزندی که از جانب پدرش شاید که دعا طلب کرده باشند، خداوند این پدر هر مراد که داشته باشد حاصل بگرداند، اگر گذشته باشد خدا رحمت مغفرتش بگرداند و این مشکلاتی که این بنده تو دارد خدایا با فضل خودت اون مشکلات آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای داملا. سوال: موی سری که ما جوانان نیمش را بریده خود را زیبا میکنیم، این مو به نام تیتانیک مشهور است، جایز است کردنش یا نه؟ سوال دوم: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همگی 93 سال عمر داشت، 63 سال در دنیا، 30 سال دیگر در شب معراج، حقیقت دارد یا نه؟ یعنی این برادری که اولین سوال کردن که ما جوانها امروز مویهای سر یک قسمش میگیریم یک قسمش نمیگیریم که به نام تیتانیک مشهور است. اصلا موی سر که حدیث ابو هریره هست، پیغمبر خدا میگوید من کان له شعر فلیکرمه، هر کسی که اگر موی سر داشته باشد بایستا که موی سر پاکیزه نگه بدارد. یعنی داشتن موی سر این گناه نیست، داشتن موی سر این غلط نیست و تراشیدن موی سر هم غلط نیست، خطا نیست. بلکه وقتی که شما موی سر دارین و موی سر دوست می‌دارین باید که باید تازه نگه بداریم، پاکیزه نگه بداریم. این همچی است، سنت است. چی موی سر ماندن چی پاکیزه نگاه داشتنش سنت است. این هیچ گناهی در اسلام ندارد. لیکن یک قسم موی سر تراشیده می شود، یک قسم سرش تراشیده نمی شود. یا اینکه مثال وقتی کودک تولد می شود، یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد و مقدار همان وزن موی سر باید که طلا دهد، شاید 1 گرم یاید، شاید نیم گرم یاید و یا به سامانی میگرداند، در فقیرها و مسکینها تقسیم میکند. همین بعض کودک ها را میتراشند و در پس موی سری و یک دمچک میگیم و یک دمچکه میمانند دراز. همین ها را پیغمبر چی گفتند؟ چی همین تیتانیک و چی همین دمچکی که از پس سر کودک میمانند. این حدیث ابن عمر است که هم بخاری روایت میکند هم مسلم روایت میکند. پیغمبر گفتند که ابن عمر میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ینهى عن القضع، پیغمبر خدا از قضع من کردند. من شنیدم میگوید عبدالله ابن عمر از قضع من کردند. قیل لنافع ما القضع، حضرت نافع را پرسیدند قضع چی هست؟ یحلق بعض رأس الصبی و یترک البعض، پیغمبر گفتن بعض سرش را می تراشد و بعض سری او را باقی می ماند. این را قضع می گویند. پیغمبر از این قضع تمام امت خود من کردند. از این خاطر از همه جوانها همان طریق پس کردنی که این در دوره های شوروی بود که همه یک زیل پس می کردند، امروز ما و شما تقلید میکنیم. تقلید داریم به همون کافرهایی که امروز چی یک مصیبت کلان بالای مسلمان ها آوردگی هستند. همون اکتیارهای امریکایی که همین تیتانیک و باز دیگر نمودهایی که برآمده است اونها مثال در سری خود دارند. امروز مسلمان ها همونها را دیدند تقلید بر اونها کرده ایستادند. این گناه است، این گناهگار میشوید شما.
کسی میخواهد پاکیزه تراشد و اگر نمیخواهی یک رنگ همش یک زیل پس کن، این بهتر است از او یکی نیمی سر تراشیدگی و بالای سر در یک قسم هست. یا اینکه امروز همون یهودی ها را شما نگاه کنین، در بین یک شاخ میگذارند، دو طرف میتراشند. همون آهسته آهسته امروز تیتانیکش آمد، فردا همون شاخش هم در بین ما و شما پیدا می شود. و این شرمندگی است. ما نخواه که در کافر پیرو شویم، نخواه ما تقلیدی در یهودی کنیم. همون یگان یهودی لباس شما را و همین طرز عرف و عادت مسلمان قبول میکند و قبول نمیکند و این کار برای خودش پس میشمارد که لباس یک مسلمان را بپوشد. امروز ما و شما تقلیدی با اونها میکنیم. این به نهایت گناهگار میشود شخص. همان آدم سرتراشه که همینها را به این احوال میکند وی هم گناهگار است. خدا در قرآن میگه تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یک برادر مسلمان در کار ثواب یاردم کنین، در کار گناه یاردم نکنین. پریگ مخر آوردن دخترها ما کمی کرده بود که امروز بچه ها به این احوال زدن. چی در تراشیدن موی سری بچه ها، چی در روز نکاحی که به یک بچه شما دختر میدهین، دخترتانه که سرتراش ها را میارین، ابروهاشون را باریک میکنن، در چهره های روی های اونها چقدر کریم ها و چقدر کراسک ها را میشکن، موی های سری اونها را پیشا و پسا را میبرن. اینها در پدر و مادر گناهگار هستند. اینها را شما اهمیت دید. باور که بے پروایی نکنیم. به خدا قسم اگر همین بے ناموسی و همین بے پروایی ما و شما باشد، دخترهای ما و شما همین 5 سال پس از غربی ها میگذرانند. 5 سال بعد دیگر از غربی ها میگذرانند. این معرکه های افلاسی که در بین ما و شما پیدا شده است. همه این در کلانترها البته گناهگار هستند. اگر پیش راه این کار نگیرن، بے پروایی کنن، غیرت اسلامیشان نشان ندهن، همش گناهگار میشویم. السلام علیکم داملای محترم. شیرین سخن از شما یک چیز را پرسیدنی هستم. آیا مایه گوساله را خوردن درست است یا نه؟ همین گوشت حلال ماندگی شما همیدون به هر یک آی قدر گوسفند خدا حلال کرده است، گاو حلال کرده است، مرغ حلال کرده است. این قدر نعمت حلال خدا ماندگی شما یک چیزهای را سوال میکنید. امیر 3 بار شد میپرسد. آی قدر هوس داشته باشی رفته خوردن بگیر، حرام است. طبیعت آدم مسلمان نخواه که مایه گوساله و مایه بقه و دیگر خورد. این قدر مثال طبیعت مثال غلیظ پلید است. شکر این قدر نعمتهای حلال خدا بسیار است که آخه از اونها استفاده کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. من از نام خودم عمر و شیرعلی، استقامت کننده قشلاق مهنت آباد خواجگی سفرف ناحیه فرخار، من مخلص اشدی شما هستم. من یک شخصی از هر دو چشم عاجز و از حساب علم و معرفت بی سواد و به سبب گوش کردن فتنه های شما از خیلی مسئله های شرعی آگاه شدم و خواهش آن را دارم که در محفل های مستجاب دعا در حق من دعای کنی برای عفو گناهان و برای مجلای از بصر، یعنی از برای بینا شدن. از سبب زیست و عاجزی چشم ها به دیدار شما موفق نشده ایستاده‌ام. اگر امکان باشد از فتنه های در روزهای جمعه ثبت گردیده به من هدیه روان کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا از شما منتدار بسیار هستم که هر شب در مسجد فتنه های شما را گوش میکنیم. خوش به حالتان. خدای مهربان این پدری که از دو چشم عاجز هستند، خدایا دولت پیری و ایمان کامل نصیب روزیش بگردان و جمیع مشکلات هاش خدایا آسان بگردان و تنش تا دم آخر خدایا صحت و سلامت
نگه بدار. آمین یا رب العالمین. اگر یگان نمایندش باشد بیاید انشاءالله از اینجا میگیریم، چند فیته در کار باشد میدهیم، هدیه برده در حق ما دعا کنند. السلام علیکم داملای عزیز، با سوال من جواب گویید. از پس آدمی که زنش را طلاق کرده است آیا نماز خواندن جایز است یا نه؟ یعنی آدمی که اگر زنش طلاق کرده باشد و در همون داخل باز امامی باشد که از اون در افضل و بهتر باشد، این صورت از پس این امام نماز خواندن کراهیت دارد. یعنی در دل تو که شک شبهه هست، از این خاطر نماز تو اگرچه مقبول میشه در نزد خدا قبول است از روی فتوا، لیکن مادام شک شبهه که داری در نماز کراهیت پیدا می شود. اگر امام از اون دیده بهتر و افضل تر باشد مرحمت اون پیش دارند، لیکن اگر نباشد وای نماز خواند باقی ندارد در نماز شما. طلاق کردن زن او به نماز شما هیچ ضرری ندارد. درود و رحمت خدا بر شما باد. من یک خواهش دارم و از شما مصلحت گرفتنی هستم. من در ماه ایول خانه‌دار می شوم و می خواهم که خداوند فرزند بر من دهد که او با شرم و با حیا و خدا ترس باشد. آیا این یگان راه دارد؟ یعنی این برادر می گوید در ماه ایول من خانه‌دار می شوم و از جانب خداوند فقط خواهان آن هستم که یک فرزندی با حیا و فرزندی خدا ترس برای من نصیب گرداند. آیا این یگان راه در اسلام هست؟ در اسلام برای زندگی نیک را، برای یعنی زندگی کردن بی نهایت برنامه های زیاده وجود دارد. از آن جمله من برای این برادر یک حکایه میکنم و از زن خود اگر این معامله را طلب کند انشاءالله خدا را فرزند خوب میدهد. میگوید در افغانستان یک زمان یک پادشاهی بود به نام دوست محمد خان. روز میگوید نوکرای او، خدمتگارهای او به او خبر آوردند که امیر دوست محمد خان بالای بیرون از شهر یک لشکر جمع شده است و میخواهند که با افغانستان هجوم کنند و این ملک ما و شما را تار و مار کنند. چگونه ای که امروز بیچاره مردم مستضعف افغان در زیر ظلم این یهود گرفتار است، باید همه شما وظیفه‌دار هستین که دعا کنین که خدای مهربان این یهود از بالای قوم مسلمان دور بگرداند. اونا هیچ وقت برای نیکبختی این مردم آمدگی نیستند. اونا برای افلاس، برای پلید کردن جامعه اسلامی آمدگی هستند. میگوید یک لشکر بیرون همون افغانستان قرار دارد، میخواهد که ملک تو را، سلطنت تو را همش برهم دهد. این دوست محمد خان غمگین شدند و یک فرزند داشتند. این فرزند را در حال وزیر مدافعه اعلان کرد، یعنی سردار لشکرهایی که در همون ملک خود داشت اعلانش کرد. با چند هزار لشکر سپارش داد که رفته با این لشکری که بیرون شهر قرار دارد با این جنگ کنید، بجنگید تا که اینها وارد افغانستان نشوند. این جوان، این پسر دوست محمد خان با همراهی لشکر بیرون شهر آمدند، با این لشکر بیگانه جنگ را آغاز کردند. از بین هفته گذشت یک نفر آمد و خبر داد امیر دوست محمد خان لشکری که با سرداری فرزند تو بود در برابر این لشکر شکست خورد و تلفات زیاد شد و فرزند تو از جنگ فرار کرد، پشت گردانید. دوست محمد خان بسیار میگوید غمگین شد. در حال نزد خانمی خود آمد، نزد زنی خود آمد. گفت خانم گفت فرزند ما گفت در این جنگ شکست خورد و از جنگ فرار کرد، گریخت.
چی شرمندگی. این خانم چی گفتن؟ گفتن دوست محمد خان این دروغ است، فرزند من از جنگ فرار نکرده است. این پادشاه گفت من برای تو از منبع‌های اعتمادی خبر داده ایستادم، تو در خانه نشسته میگویی دروغ. مرا از بین جنگ آمدن نفر خبر داد که فرزند تو از جنگ راه گریز را انتخاب کرد، لشکر تو شکست خورد، تو باشی میگویی فرزند من نگریخته است. گفت من بر تو گواهی میدهم که فرزند تو از جنگ نگریخته است و پشتم نگردانیده است. پادشاه به دل خود میگوید گفت که خیلی زن از در خانه است، برای تسلای دل خود اینا میگوید که غمگین نشود. از بین میگه 2 روز گذشت، شاید 3 روز گذشت، باز خبر آمد دوست محمد خان و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه کرد، لشکر بیگانه را شکست داد. الحال منتظر وی هستیم، این زمان یا زمان دیگر در کاخ من، در قصر من داخل می شود. این زن خرسند شدند، مادرشان بودند و گفت من لیکن از یک سیر برای من آگاه کن. وقتی من بر تو خبر دادم که فرزند ما از جنگ گریخت، پشت گردانید، تو گفتی نه وی گریختگی نیست، وی فرار کردگی نیست. آیا این یگان حکمتی دارد؟ این زن یا برای تو گفت یگان الهام آمده است، یگان خواب دیدی؟ گفت نه، گفت الهام برای اولیاها هست، من زن پادشاه هستم، از کجا بر من الهام می آید؟ زاره کرد، تولا کرد که برای من آشکار کن، تا از کجا درک یافته که فرزند ما از جنگ نگریخته است؟ میگوید این خانم اول خودداری کرد، نگفت و بعدا گفت مادام اینقدر تولا و زاره داری من برای تو خبر میدهم. وقتی این فرزند در شکم من پیدا شد، من نزد خداوند عهد و پیمان کردم که پروردگارا 9 ماه من از خوراک حرام پشت بگردانم. من لقمه حرام نمیخورم، حتی لقمه مشکوکم نمیخورم. لقمه که ندانم که حلال است یا حرام، از وی هم اعتراض کردم، از وی هم پشت گردانیدم. زیرا میدانم که طلب الحلال فریضه علی کل مسلم، پیغمبر گفتند طلب کردن حلال بر همه مسلمان ها فرض است. کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به، هر جسدی که از حرام آب و تاب می‌یابد وی ارزنده دوزخ است. این زن میگوید من 9 ماه لقمه حرام نخوردم که تا که لقمه من بر خون مبدل می شود و این خون در جسد فرزند می درآید و تأثیر خود در این فرزند می رساند. البته اگر مادری که لقمه حرام خورد، وی لقمه به خون مبدل می شود، در جسد فرزند داخل می شود و لقمه حرام در جسد آدم مسلمان وقتی که داخل شد وی چیکار میکنه؟ 9 ماه اعتراض کردم، 9 ماه از لقمه حرام دور بودم و این فرزند به دنیا آمد. و این شوهر گفت میدانی که پشت گردانیدن در جنگ این بی‌نهایت امر قبیح هست، این بدبختی هست. اگر تو میگفتی که فرزند تو در این جنگ شهید شده است من باور میکردم، لیکن پشت گردانیدن من باور نکردم، زیرا این من به لقمه حلال به وای رسانیدم. این فرزند از لقمه حلال وقتی که به دنیا آمده است و به لقمه حلال وقتی پرورش کردم، این شجاعت و دلیری همه در وجود این فرزند تسلیم شدگی بود.